هر نفره که همه قصه غالب گوش میکنه اگر در دلش ذره ایمان باشد ایستادن تر خوردن نشانه بیماری است. فربهی این یک بیماری است که در سالهای اخیر تمام جهان را فرا گرفته است. آیا می‌دانید بیش از 20 نمودی بیماری‌ها در انسان از روی وزن زیادتی سر می‌زنند؟ داروگی‌های سالمی از حاجی محمد رسول ابراهیم زاده و کپسوله‌های فتزارب، ببر سیاه، مزها، میانبندها از شرکت شفا شاپ. با رقم‌های در زیر بوده زنگ زنید. بود کردم یا بردم همین چیزا فهمیدم که همین مادر لوبای نمودش کو بزرگ بده بخدا پیش نمی افتا سنتر ده آشخانه یک زنک درآمد قطعی بچهش گفت که سینما افیسر گفت بچه میگون اوقات ارز و نگو بیار با این بچه‌م بخره و تماشاش دارم بعد خوده سبدن بعد آوردن یک تلرکه ده نمیدونم چی اوقات بود آوردن هم بچهش خوده سبد چای نان قطعی و چه شتگی های اونجا من یک 15 minut خدا دروغ نکنه تماشا کم اما گوله خورده سه و چه شتگی های بعد 15 minut کراچ همون مادر نگاه کم هم خیل بچهش خورده سه نگاه داره بعد نشید بخدا قسم کو توقت نکم خستم رفتم تو سلام علیکم گو علیکم سلام بچم گفتم چی باشیم اگون چی نمیخرین خیلی تو یک خورد حالا آمد میکنه کنم خیلی گفت نگو من نمیخرم و من گفتم که آشش بیارین نه که من بخدا برای او را آش دادن و نگفتستم گفتم که آشش بیارین نانش بیارین چایش بیارین بعد آوردن باور میکنی همون زنک بخدا نمیدونه آش چطوری بخره خیستاید میکنی که فرزندش گشنه تا پیش فرزندش تگه فرزندش خورده سه خودش گو من گشنگی هم او خوردن هم زنک همه دیدم